آقای جانگری یکی از نویسنده‌های معروف درباره خانواده هستند. تخصصش در مردشناسی و زنشناسی و ایشون بیشتر در رابطه با شناسایی مرد و زن سخن میگه. مردان مریخی، زنان ونوسی کتاب خیلی معروفیه. زن چاپ نمیدونم چندم باید باشه. در ایران این کتاب خیلی شناخته شده است. اینجا چاپ سومش نوشته ولی قطعا بیشتره، چون موقعی که من اینو خریدم چند سال پیش بوده. ایشون این کتابو داره به اضافه یک کتاب دیگه‌ای که از کتابای ایشونو ما گلچین کردیم در مورد ارتباطات زن و شوهر، مردان، زنان و روابط. اینم خیلی کتاب قشنگی از ایشون. بعد یک شخص ایرانی هست که وکیل هستن در ایران و ایشون خیلی به سبک ایرانی نوشته. زن امروز، مرد دیروز، جوانان و ازدواج. آقای کیانیا یا کیهانیا. این کتابش مثلا مال چاپ هفتمشه. البته خب این کتاب رو بعد از فیلتر گذران، بعضی چیزا هست که با اعتقادات مسیحی نمیخونه، چیزای اسلامی هم توش قاطیه، ولی به هر حال کتاب مفیدیه در قسمت‌هایی که لازمه. بعد 7 عادت خوب خانواده هست که اینم کتاب خیلی خوبیه در رابطه به طور کلی عادت‌های خوبی که در خانواده میتونه باعث سعادت و خوشبختی باشه. این کتاب آقای حسین نجاتی در حقیقت این تعلیف نیست، بلکه بیشتر اقتباس از کتاب‌های مختلف در قسمت روانشناسی بیشتر تاکید میکنه. روانشناسی زناشویی که کتاب مفیدیه. و این کتابی که گفتم یک قانون نوشته، 25 قانون مهم در مورد روابط موفق، خانم باربارا دوآنژلیس. این هم کتاب خیلی خوبیه که مخصوصا تاکید روی روابط. اینا گلچین کردیم به هر حال، ما که میتونستیم بیاریم. چراغ دل شوهرت رو روشن کن و چراغ دل زنت رو هم روشن کن، همسرت هم روشن کنم باید باشه. فکر میکنم باید پایین باشه. اینم از همون کتاباییه که اینو مثلا خانم‌ها باید بخونن و اون یکی رو آقایون. خیلی چیزای عملی خیلی خوبی تو این کتابا هست. چیزایی که ما درس دادیم مستقیما از این کتاب ها نبوده، در حالی که این کتاب ها هم یه اشاراتی بهش کردن. از بابت کتاب های روحانی 4 تا کتاب ما اینجا داریم. یکی 2 تاشو فکر میکنم شما دارید. این رشته پیوستن رو شما دارید و به اضافه فکر میکنم اینو زوج موفق مسیحی. این 2 تا کتاب های روحانی هستن. خیلی قدیمیه. نویسندش هم والتر ترابیش، ایشون قدیمیه، ولی کتابش خیلی کتاب مفیدیه. ما از این کتاب اشارات کردیم در درس، از این هم اشاراتی داشتیم. زوج موفق مسیحی که هر 2 کتاب خیلی مفیدن. این کتاب هم کتاب فوق‌العاده قشنگیه، موفقیت در زندگی زناشویی. چیزای عملی خیلی خوبی نوشته یک پروفسور کارشناس، آقای میکالیان هم اینو ترجمه کرده. کلید ازدواج هم یک کتاب مفید دیگری هست که در رابطه با مخصوصاً قسمت‌های عملی در روابط. این کتاب بیشتر در قسمت روابط تاکید میکنه، روابطی که زوجها باید با هم داشته باشن. آقای دیلکارنگی رو فکر میکنم خیلی خوب میشناسید. آیین زندگی، آیین سخنرانی، آیین دوستیابی، ایشون تو این قسمت‌ها خیلی معروف هستن. ایشون و خانمش با هم یک کتابی هم در مورد آیین زناشویی نوشتن. سبک نگارش این هم خیلی سبک قشنگی، آدم خسته نمیشه از خوندن این کتاب. منتها این کتاب من خیلی دیگه دستکاریش کردم. این کتاب قشنگی. و بالاخره اینم که اینجا مال کتابخونه است، من هنوز نتونستم نگاه کنم. ببخشید. طبیعت مرد و زن، اینم کتاب مفیدیه که فکر میکنم در همون مواردی که آقای جانگری نوشته
این کتاب صحبت میکنه که شناسایی مرد به طور جداگانه، شناسایی زن به طور جداگانه است. به من گفتن در 12 تا کتاب همراه خودم گلچین کنم بیارم، اینها رو بالاخره تونستیم بیاریم از بین 150 تا کتاب موجود و اونایی که بتونم اینجا نگه دارم که نگه میدارم، اونایی که خیلی چیز نکه، چون من کتاب دائم زیرش خط میکشم مینویسم، اونایی که داشته باشم نوع شد دوباره این دفعه که میام خواهم آورد. به هر حال سعی میکنیم به کتابخونه شما هم یه کتابای غنی در مورد خانواده بدیم، چه کتابای مسیحی و چه کتابای مفید دیگه‌ای که مستقیما مسیحی نیست ولی تعالیمش لااقل برخلاف کلام خدا نیست. البته هیچ کتابی رو پیدا نمی‌کنید که مثل کتاب مقدس کامل باشه در این رابطه. به هر حال کتابا رو بعد از فیلترها گذران. در مورد ارتباطات صمیمانه صحبت شده و الان می‌خوایم بدونیم که زن و شوهر موانعی که دارن برای اینکه بتونن با هم روابط صمیمانه داشته باشن چی هست؟ پس موانع روابط صمیمانه زن و شوهر. من نمیخوام متکلم وحده باشم و شما هم که صحبت میکنید لطف کنید مفید و مختصر بگید که با هم توی این قسمت دخیل باشیم. زن و شوهر با هم چه موانعی دارند و چه مشکلاتی برای ایجاد ارتباطات صمیمی، چه چیزایی مانع میشه؟ شما فعلا نکاتشو نام ببرید تا بعد اینها رو بعضیاشو با هم میشکافیم، چون دیگه توی کلاس نمیشه همه رو شکافت، بعضی رو گلچین میکنه میشکافیم. بفرمایید ببینم برای اینکه زن و شوهر با هم صمیمی بشن کار باید بکنن. نه نظر میخوام چه موانعی وجود داره، نه اینکه کار باید بکنن، چه موانعی وجود داره برای صمیمیت نزدیک زن و شوهر؟ بله چی میفهمید؟ بله شما؟ بله یکی از عوامل این میتونه باشه که همدیگر رو خوب نشناسن. خب دیگه عدم صداقت. خب عدم رازداری. نگه نداشتن رازداری. بله خب دیگه بله. بعضی از آداب و رسومی که در اجتماع هست و این درست نیست، بعض از قوانین اجتماعی که درست نیست، رعایت نکردن اونا منظور؟ نه مثلا قوانینی که تو اجتماع هست که نمیذاره زن و شوهر درست با هم آشنا بشن، یا اینکه خانواده ها محدودیت‌های فرهنگی که در هر خانواده‌ای وجود داره. بله درک نکردن نیازها و احساسات. بله وقت کافی به هم دیگه ندادن. بله نبخشیدن یکدیگر. بله نشناختن شخصیت ذاتی و طبیعی جنسی هم دیگه. بله جنسیت. مرد سالاری که مرد سالاری. بله خواهر. عدم احترام. بله نداشتن احترام. خب سرکوب کردن عواطف یکدیگر. سرکوب کردنش عواطف یکدیگر. بله. خب دیگه تموم شد؟ داشتن خودخواهی. همچنین اگه روابطشون با خدا به هم بخوره ممکن روابطش با هم دیگه هم به هم اثر بذاره. بله. اونایی که چیزی نگفتن میتونن باز اشاره کنن. وجود افراد دیگه میتونه مزاحم بشه برای هم خوردن صمیمیتشون. مزاحمی پدر مادر، بچه ها، خویشاوندان، دوستان میتونه. بله. کار زیاد چی؟ کار زیاد، خستگی شدیدی که پیدا میکنن میتونه روابطشون رو خدشه‌دار کنه؟ حتما. تکروی ها، انتظارات بیش از حد. خب وسایل مدرن امروزی، بعضی چیزای عملی رو هم نام ببرید دیگه، مثلا تلویزیون، کامپیوتر، اینترنت، ماهواره. اینایی که صبح تا شب نشستن اونجا میخواد زن ارتباط برقرار کنه یا شوهر دائم تو برشه، بت ساخته از اون، ورزش، فرزند، برای اینا میتونه تاثیر بذاره رو روابط؟ قطعاً.
تفریحات یک جانبه چی؟ بله. میتونه یک نفر به یه مسئله خیلی بیشتر علاقمند در نظر تفریح و ورزش، یکی نیست، بعد همیشه باید تنها بمونه. چی؟ طبقاتی. بله. گوش نکردن چی؟ وقتی یکی اصلا گوش نمیکنه، بی توجه به خواستای یکی، روابط رو به هم میزنه دیگه. سکوت چی؟ سکوت بیجا، رفتن تو لاک خود. یک نفر حرف نمیزنه زیاد تو خودش. میتونه آدم با این چنین شخصی صمیمی باشه؟ بی‌نظمی چی؟ یک نفر زندگیش خیلی بی‌نظمه، خیلی بیش از حد شلخت‌هاست، همه چیزش، تو وقتش، تو کاراش، تو لباساش، تو همه چیزش به هم ریخته. این میتونه تاثیر بذاره رو روابط منفی؟ میذاره دیگه. خیلی وقتا این چیزا میذاره. خب ما بعضی از اینها را اگه بخوایم همه این چیزایی که شما گفتید ما گفتیم بشکافیم، باید چند روز دیگه اینجا بمونیم. بعضی ها رو که فکر میکنم خیلی مهمه با کمک شما بشکافیم. اولیش وجود افراد دیگر. وجود افراد دیگر که شامل حال والدین هست، والدین زوجین، خویشاوندان و دوستان هست، همکاران هست، اعضای کلیسا هست، بچه هم هست. خب یعنی اینا میتونن نه اینکه به صورت مستقیم، به صورت غیر مستقیم حالا بگیم تأثیر بذارن رو روابط این افراد. حتی ببینید خانواده رو گفتیم، بچه ها، پدر مادر، یعنی دخالت های بیجای آنها، مزاحمت های آنها، فضولی های آنها، رفت و آمد بیش از حد اونها، خط دادن های اونها، همه اینها میتونه این زوجین را از همدیگه دورتر کنه، فاصله ایجاد. خب ما میخوایم ببینیم با این مشکل چجوری باید برخورد کرد. با این مشکل وجود افراد دیگر، از دوست و خویشاوند و پدر مادر و فرزند گرفته تا آخر، فکر میکنید چیکار باید بکنن زن و شوهر که بتونن نذارن که اینا مانع روابطشون بشن، قید اینا رو بزنن، از ریشه بکننشون، بی پدر مادر بشن، چی بشن؟ چیکار باید بکنن؟ مشکلاتشون رو پیش اونها به هیچ وجه مطرح نکنن. خب بله. نمیشه به هر صورت ترک کرد فامیل و پدر مادر و بله اقوام و دوستانه، ولی زن و شوهر در اتحاد با یکدیگر میتونن اجازه وارد شدن به هیته و اون دایره خصوصی خودشون ندارن دیگه. با اتحاد متحد بشن، یه اون محدوده رو مشخص. خب دیگه اگر بینشون صمیمیت کامل باشه، یعنی اینکه اونا دو تا بیشتر از خانواده‌شون صمیمی باشه، خب همچنین بینشون عشق بیشتر وجود داشته باشه، هرچی عشق بیشتر باشه اونا کمتر میتونه. بله. خب دیگه باعث احترام به اشخاص مختلف توی زمینه ما پیشنهاداتی خارج از منطق بودن گوش کنم، ولی صحبت‌های خیلی منطقی رو با ما در میون بذارم و شناخت نسبت به همدیگه هم با ما به تفاهم کامل رسیدیم. خب دیگه چه راه حلی؟ همینطور کوتاه با یک جمله کوتاه بگید یه راه حل دیگه ای هست؟ خب چیزایی که میگید درسته ها، من با همه اینا موافقم. ما جمع‌بندی میکنیم. راه اول چیه در مورد این مشکل؟ راه اولش چیه؟ رضایت همسر رو در اولویت قرار. اولین راهش اینه که شما رضایت اونو به دست بیارید. یعنی اول قلب همسرتون رو به دست بیارید، رضایتش رو جلب کنید، بعد دو نفری که با هم به توافق برسید میتونید در خدمت بقیه اعضا، دوستان و خانواده باشید. پس جلب رضایت و بعد رسیدن به توافق
برای رسیدگی به تمام این افرادی که دور و برتون. شما که نمیتونید برید بالای کوه زندگی کنید. پس وقتی بین زن و شوهر توافق و رضایت وجود داشته باشه مشکلی ایجاد نخواهد شد در این مورد. خب راه دومش چیه؟ من سریعتر میگم، امروز چون میخواییم به چند تا مشکل بپردازیم. تنظیم برنامه‌ریزی خوب، این راه دومش. برای غلبه بر این مانع تنظیم برنامه‌ریزی خوب، یعنی شما دو نفر باید با هم یه برنامه‌ریزی خوبی را بذارید برای اینکه چطور وقتتون رو خیلی عادلانه و خیلی درست بین والدین، خویشان و دوستان و همکاران و اعضای کلیسا تقسیم کنید. باور کنید با برنامه‌ریزی خوب شما میتونید به همه اینا برسید. برنامه میتونید دیگه. مامان جون دوشنبه صبح پیشت، دوشنبه بعد شما بیایید. دیگه از قبل تعیین کردید. حالا موارد اضطراری هم پیش بیاد مسئله نیست. برنامه‌ریزی راه حل بسیاری از مشکلات. ما بایستی از وقتی که خدا به ما داده استفاده خوب ببریم، با حکمت و همراه همسر اینو تمرین کنیم. راه سوم درک اطرافیان خودتون. درک اطرافیان خودتون یعنی شما زن و شوهر بایستی بشینید اطرافیان خودتون را خیلی خوب درک کنید. بگید ببینم این مشکلی که داره این پدر من، مادر من، بچه من، اینو ببینم مشکلش چیه، درکش کنم. این مثلا منو بزرگ کرده، به این سن و سال رسونده، حالا من شرایط این رو هم بفهمم. من نگم حالا منم و عشقم رسیدیم به هم دیگه بابا چیه ماما چیه. باید با هم بتونید شرایط اینا رو درک کنید و حتی گاهی وقتا به اینا مثل یک واقعا مریضان هم نگاه کنید، چون گاهی وقتا اینا توقعاتی دارن که خیلی منطقی نیست. مثلا مادر پسر فکر میکنه که پسرش رفت از دستش رفت، انگار مثلا زنگ گرفت دیگه تموم شد، میدونید؟ یا دخترش رو داده دیگه بدبخت شد رفت، دیگه دختر مال خودش نیست. حالا میره خونه شوهر، چی میاد رو سرش، اونجا خوب میگذره بهش، خوب نمیگذره، نکنه کتکش بزنه، نکنه دعوا کنن، نکنه طلاق بگیرن، هی دائم نگرانه دیگه. شما بایستی وضعیت و شرایط والدین را، بعد وضعیت و شرایط بچه هاتون رو، شما نمیتونید که به بچه هاتون وقت کافی ندید. اگه اونا رو زاییدید که بایستی، البته خانوما زاییدن ولی خب مردم یه جوری شریک بودن دیگه، بایستی در رسیدگی و دادن وقت به اینها برنامه‌ریزی خوبی داشته باشید که چطور من به هر کدوم از اینها باید توجه بکنم. منتها هیچ کدوم از اینها نباید جای دیگری رو بگیره. بعد وقتی شما وضعیت اطرافیان خودتون رو خیلی خوب درک کنید میتونید راه حلی در این مورد پیدا بکنید. اگه یادتون باشه یه بار به شما گفتم یک مادر شوهر فهمیده درباره پسرش گفت وقتی پسرم با عروسم ازدواج کرد فکر کردم پسرم رو از دست دادم، ولی آنچه که عملا انجام شد این بود که من یک دختر جدیدی رو به دست آوردم. ببینید چقدر خوب اینا تا کرده بودن که این احساس نشده بود که این چیزی رو از دست داده، بلکه فهمید که یک چیزی رو به دست آورده، یک شخص جدیدی اضافه شده به خانواده‌اش. خب اینایی رو که خدمتتون عرض کردم بعضی از راه‌های خیلی مؤثر عملی بود. البته چیزهای دیگه هم که شما فرمودید میتونه اضافه بشه. خب مانع دوم کار زیاد و خستگی شدید. کار زیاد و خستگی شدید خودش یکی از موانع ایجاد ارتباط بین زن و شوهر که نمیذاره اینا رابطه صمیمی با هم داشته باشه. مثلا خب تو کشورهایی مثل انگلستان، ایران زن و شوهر اغلب باید کار کنن، همه دنبال یه لقمه نونن، میگم فکر نون باش که خربزه آب است.
دیگه وقتی کار زیاد پیش میاد، وقتی دوتایی میرسن به هم دیگه، خسته کوفته از صبح تا مثلا شب مشغول بودن، حالا چجوری میخوام با هم ارتباط سالمی داشته باشن؟ بعد حالا غذا بپزن، بعد خونه رو تمیز کنن، بعد برن خرید کنن، اگه بچه دارن بعد به تکالیف و برنامه‌های او برسن، بعد به فامیل برسن، بعد به جلسه برن. اینا همه کار دیگه. یعنی آدم واقعا میبینید که نمیرسه. شما در مقابل این همه کار با این ترافیک های وحشتناکی هم که و مسافت های دوری هم که محل کارتون و خونتون و کلیسا و اینها از هم دیگه داره، هر راه کوچیکی میرید لااقل 1 ساعت 45 دقیقه بیشتر تو ترافیکی فقط یا تو خیابونایی. با این مشکل چیکار باید بکنید؟ خب در این مورد راه حل چیه؟ تنظیم برنامه. خب دیگه از بیرون تماس بگیرید با موبایل. بله درسته، اینم خوبه. و راه خوبی اتفاقا آدم به وسیله موبایل میتونه دائم ارتباط رو نگه داره. خب بله استفاده بهینه از اوقاتی که اوقات بیکاری مثل آخر هفته ها یا هر موقع که بیکار باشن حد اکثر استفاده بهینه رو از اون اوقات فراغت کنن. به امید این باشن که آخر هفته رو بالاخره صبح تا شب با هم، نه این صابون رو میدونن تو دلشون تا آخر هفته دیگه آماده. خب دیگه اینم راه خوبیه. کمک کردن به هم دیگه در انجام کارهای خونه. یکی یه کاری میکنه اون یکی یه کار دیگه. بله آفرین، اینم یکی از راهاشه. درسته. خب دیگه یعنی تقسیم کارها. خب باز اولوی یا قرار دادن همسر باز هم میتونه بله بله این که همیشه در صدر باید باشه، همیشه. خب پس ما با همین چیزی که محمد گفت شروع کنیم. یه 3-4 تا راه حل هم برای این خدمتتون بگیم. وجود یکدیگر را از کار و مشغله خود مقدم بدیم. وجود یکدیگر را از کار و مشغله خود مقدم بدیم، یعنی برتری همسر بر کار. امروز ما دیگه جزوه ندادیم بهتون، دیگه جزوه‌های ما تموم شده. ببینید کار همیشه هست، تموم شدنی هم نیست. مثلا کار خانه برای خانوم و کار بیرون برای شوهر هیچ وقت تموم شدنی نیست. متاسفانه تفکر اشتباه که در این مورد وجود داره چیه؟ اول کارامون رو تموم کنیم، بعد اگه وقتی باقی موند به صورت همدیگه هم نگاه کنیم، بریم تو بحر همدیگه. خب این روش غلطیه، چون هیچ وقت کارا تموم نمیشه، همیشه کار هست. به آینده هم شما موکول نکنید، بگید بعداً خوب میشه. من یه مردی رو میشناسم اینقدر افتاد تو کار که دیگه چندین سال بود که با خانمش هیچ مشارکت درست حسابی نداشت، حتی گردش و تفریح هم نمیبرد دورا. هی خانمش اعتراض کرد، به من گفت، به اون گفت، ایشون هم از دوستا بود البته. و مرد همیشه وعده میداد بذار حالا تو مشکلم، بذار من باید الان کار کنم، قرض دارم، وضعم خوب نیست، باید خیلی کار کنم، بعداً یه روز خوب میشه. 4 سال گذشت، 5 سال گذشت، 8 سال گذشت، فاجعه اتفاق افتاد تو خانواده. متاسفانه زنشو از دست داد دیگه، چون زنه وقتی این شوهر رو میدید که دیگه اومده خونه، اصلا سر غذا خوردن هم این میخوابید. یعنی از بس خسته بود و کوفته بود که دیگه هیچ گونه ارتباط نمیشد برقرار کرد. حتی روزای تعطیل هم این تا لنگ ظهر میخوابید. بچه هم بلند میشد باز به خاطر کارش و با خیلی ها در ارتباط می بود. از لحاظ کاری هم این همه کار کرد، باز قرض و قولش بیشتر بالا رفت، ولی همسرشو و بچه‌هاشو از دست داد، چون اونا دیگه ارتباط نداشتن با خانمه. نتونست این وضع رو تحمل کنه. حتی وقتی که ایشون همسرش بود از نظر عاطفی گرفتاری پیدا کرد با یکی دیگه و برای طلاق گرفت و با اون شخص ازدواج کرد. و دلیلش هم این بود که ایشون با کارش ازدواج کرده، اصلا نباید زن میگرفت.
ببینید شما فکر کنید خیانت از کجا میاد یا اینطور مشکلات از کجا میاد؟ همیشه پای یک زن وسط نیست. گاهی وقتا کار بدتر از زنه. کارم حد و حدود خودشو داره. پس مواظب باشید که صدمات غیر قابل جبران خواهید خورد. این همه دنبال طمع نباشید. مال این دنیا تا این حد ارزش نداره که شما همسر و بچه‌هاتون رو براش بفروشید. پس یکی از راهاش اینه که او را مقدم بدونید. یکمی کم کار کن، در حدش کار کن. دیگه قانون کارم میگه 7-8 ساعت. اگه یک موقعی مجبور شدید با هم بالاخره در این رابطه کاری نباشه که مشارکتاتون به هم بخوره. واقعا بایستی حواستون جمع باشه تو این قسمت. این خیلی مسئله مهمیه و من جدا بهتون هشدار میدم، چون گرفتار بحران خواهید شد. راه دوم در این مورد اینه که برای راه حل فکرمان رو به کار ببرید. برای راه حل فکرمان رو به کار ببرید. باور کنید ما وقتی شروع کنیم به فکر کردن راه حلی پیدا میکنیم. دوم تیموتائوس 2:7 در این رابطه خیلی آیه قشنگیه. 2 تیموتائوس 2:7 پولس به تیموتائوس میگه در آنچه میگویم تفکر کن، خدا تو را در همه چیز فهم خواهد بخشید. یعنی وقتی میگه تو فکر کنی راه حلش رو پیدا میکنی، فهمش رو پیدا میکنی. شما یادتونه وقتی که یوسف دید مریم حامله است، هنوزم نمیدونست موضوع چیه، چکار کرد؟ تصمیم گرفت جدا بشه. ولی چی شد که خدا باش حرف زد؟ یه آیه‌ای هست خیلی قشنگ اونجا ها. در تفکر ها؟ کمس ساله میگه چون در این چیزها فکر میکرد فرشته در خواب بر او ظاهر شد. ای یوسف، از گرفتن زن خویش مریم مترس، آنچه در او قرار گرفته از روح القدس، چون در این چیزها فکر میکرد. ببینید وقتی ما شروع میکنیم به فکر کردن راه حل میاد. حالا یوسف اگه فکرش رو به کار نمیداد، خوب ایرانی نبود، شاهو رو گرفته بود سرده بود دیگه. مرد نیکی بود، عجله نکرد، ضمناً نخواست آبروش رو ببره، هر چی بود تو خودش انداخت و فکر میکرد چرا اینطور شده. خدا با افرادی که فکر میکنن حرف میزنه. اونایی که بی فکرن همون بهتر که خدا هیچ وقت باشون حرف نزنه. ما اگه فکر کنیم خدا راه حل به ما میده که برای این برنامه کاری چیکار بکن. با هم فکر کنیم. همینطور که برادر ما گفتن کارا رو بین خود تقسیم کنیم. این هم یکی دیگه از راه حل باشه. کارها رو بین خود تقسیم کنیم. بر کسی که توی خانه زندگی میکنه، هر کسی که توی خانه زندگی میکنه باید در اونجا کار بکنه. هر کس. این تفکر اشتباهی که آقایون فکر کنن که کارهای خونه رو باید خانوما انجام بدن، این تفکر غلط ایرانیه. یا همینطور فکر کنیم کارهای بیرون رو فقط باید آقایون انجام بدن. کار هیچ آری هم نیست. خدا رو شکر که شما تو شرق الفقر آشپز شدید، رختشوی شدید، زمینشوی شدید، دیگه باغبون شدید، همه رقم شدید. اینجا این چیزای خوب رو هم داره. به قول احسان میگفت مادرم زنگ زد به من یه روز گفت چیکار میکنی؟ گفتم مامان آشپزی میکنم. دفعه بعد زنگ زد گفت چیکار میکنی؟ خب مامان جون تو باغچه هستیم داریم گلکاری میکنیم. یه دفعه زنگ زد گفت چیکار میکنی؟ روزا داشتم با جوزفینا فیلم بازی میکردم. گفتم مامان فیلم بازی میکنیم. دفعه یه روز گفت پسر جون تو درس هم میخونی اونجا؟ درس هم میخونی؟ حالا بالاخره شما اومدید اینجا همه رقم دارید آماده میشید. خوشبختم پس اون خانم‌هایی که با شما ازدواج فهم کرد، آقایون که دیگه قشنگ آشپزی یاد گرفتید، و خوشبختم اون دخترایی که با
شوهرانی خواهند داشت که اینجا حسابی دیگه همه رقم غذا سوزوندند و پختند و خراب کردند و بالاخره تا اینکه راه افتاده همه رقم. پس خدا رو شکر باید برای شما. کار رو عزیزان تقسیم کنید بین خودتون. امروز اینا رو من اتو میکنم اینجا، داروش با من، تو برو خیلی وقت مادرتو ندیدی یه سری به اون بزن، من امروز مشغول پخت و پز میشم، تو برو ظرفا رو بشور، تو یکی برو اگه بقیه اعضای خانواده هم هستن بچه‌ها رو همینجوری بار بیارید. هر کس توی خونه زندگی میکنه باید کار کنه. همه من خودم با این همه گرفتاری که دارم معلومه مسئولیتون تو خونه مشخصه چیه، میدونید بقیه هم معلومه چیه. تو یخچال هم نوشته شده شنبه صبح فلانی فلانی ظرفشویی، بعد از ظهر فلانی. حالا تازه ما یه خانومی هم هست که میاد هفته 3 بارم غذا میپزه و به کارهای خونه هم میرسه. با این وجود ما مسئولیتامون رو بین خودمون تقسیم کردیم تا در حق هیچ کس ظلم نشه و رو هیچ کس هم فشار نیاد. در نتیجه میشه به همه چیز رسیدگی کرد. درسته؟ اگه نظم باشه، ببینید این برمیگرده به نظم. نظم اگه باشه همه چیز سر جاش. وقتی بی‌نظمی هست همه چیز به هم ریخته، من جمله اعصاب شما. یک چیز دیگه ای که راه حل اینه که به وقت استراحت و تفریح اهمیت بده. به وقت استراحت و تفریح اهمیت بده. این هم یکی دیگه از راه‌های عملیه. شما همینطور که حمیدم گفتم آخر هفته رو واقعا اون ویکناتون رو که کامل با هم باشید، این خیلی احتیاج هست و واقعا به هم وقت بدید. یعنی اختصاصی با هم به توافق برسید ما چجوری این ویکندمون رو بگذرونیم، چیزی که با میل هر دوتاتونی انجام بدید. ضمناً سالی مرخصی سالانه در انگلیس چجوریه؟ هفته‌ای یه ماهه چجوریه؟ 4 هفته. اگه فول تایم کار کنی 2 ماه، اگه پارت تایم کار کنی 1 ماه. خب خیلی خوبه که بعد میتونید جدا جدا بگیرید، مثلا یه هفته یه بار. اگه اینجوری میتونید بگیرید که خیلی بهتره. یعنی اینکه شما در طول سال 3-4 بار در فصول مختلفش برید مرخصی. این خیلی بهتره. البته بازم باید با هم به توافق برسید. مرخصی ها هم خیلی سخت نگیرید. باور کنید آدم میتونه با چیزای ساده هم بگذرونه. میتونه با وسایل ارزونتر هم مسافرت بره. میتونه جاهای ارزونتر رو هم بگیره. اگه قرار خونه کسی هم برید، خب شما از اول بهش بگید که ما مزاحم شما نمیخوایم بشیم. ما زندگی خودمون رو خواهیم داشت. ما میخوایم برای خودمون کمی راحت باشیم. ولی شما با هم وقت صرف کنید. این تنوعات خیلی خیلی در تجدید عشق لازمه. چه قانون خدا رو برای هفته 1 روز استراحت رعایت کنید، چه مرخصی‌های سالیانه‌تون رو بگیرید و چه در طول هفته هم وقت‌هایی که 1-2 ساعت هست اینطوری سرپاییه. سرپایی که میگم یعنی مثل دیشب. میدونید با هم رفتیم چقدر طول کشید. خب حالا یکم ما گشتیم تو شهر به خاطر اینکه کلیسا رو می‌خواستیم ببینیم، ولی میشه 1 ساعت هم آدم میتونه برید راه برید. برید آب میوه بخورید. میدونید باور کنید همون یه دونه بستنی چقدر روی شما روی همسرتون اثر میذاره. یه هواخوری، یه کمی بعضی از این زن و شوهرها اصلا تنوع نمیدونن چیه، حالیشون نیست. برو بیا اصلا از این ماشینا میرم میاد. یه فیلمی در ایران جایزه گرفت سالها پیش، اسمش طبیعت بیجان بود. سالها پیش هم زمان شاه. واقعا این فیلمو هر کی میدید از اول تا آخرش خمیازه میشه. ولی جایزه گرفت این فیلم. میدونید برای چی؟ برای اینکه یه نواخت بودن زندگی رو نشون میده. نشون میداد یه نفر از اونایی که هستن برای قطار چیز میکنن، سوزن با زندگی اونو نشون میده. هر روز صبح سر 1 ساعتی اونو میذاد بالا
بعد چایی میخورد، بعد مثلا دوباره میزد، بعد مثلا میومد یه کار دیگه میکرد، زندگیمون رو نشون میده. مثلا مردم مثلا این خلافه شده بود اصلا جایزه گرفت این فیلم، برای اینکه قصد این بود که تمام تماشاگران را با زندگی یه نواخت آشنا بود. بابا ول کن از این دادا بیدادا. چون مردم یعنی کارگردان میخواست بگه بابا زندگی را از اون یه نواختی بیرون بیارید، چه خبره؟ یکی از کارکنان شکرپور دیروز با هم میگفت زندگی ما شده همین، تو میگی اینجا فرض کنید تو میگی همه چند ساله. خب بابا شما خودتون میتونید یکم به هم بزنید بعضی چیزا رو. میشه به هم زد، میشه در همین زندگی یک نواخت راکد واقعا مرده تحرکی ایجاد کرد. شما میتونید اگه بخواید میتونید. من خودم این تیپی هم، خانواده بندم این تیپی. من الان 4 دفعه زنگ میزنم از اینجا با بچه‌ها صحبت کنم، خونه پیداشون نمیکنم. چقدر مشغولن، نمیگم اینقدر چیزن ها خیابونی هن. نه کارشون زیاد، برنامه‌شون پر کردن. بیان تو آنتورینگ میگم بابا اونا نمیدونم من واقعا چجوری تماس بگیرن. بعد چون اونا وقتایی که زنگ میزنن من اینجا، البته صحبت کردم منطقه مشغول خودشون رو نگه میدارن و مفید، با چیزهای مفید. مشغول بودن همش با دیگران نیستن، با خودشون هم مشغولن، برنامه متنوع میدارن. یه همسایه داریم طبقه 5 هیچ وقت شامو تو خونه نمیکنن، هر روز هر شب توی یکی از پارک‌های تهران. طبقه 5 ما اینجوریه. ای قابلمه و اون زن اینا رو نگاه میکنه مثلا لذت میبره، میگیم عجب اینا مصطفی میرن اونجا. یک بارم ما باشون رفتیم، اینقدر خوش گذشت. پارکاشون هم متنوع است، جاهای مختلف و خیلی هستن اصلا زندگی براشون محبوس، زندان، عبوس، خمیده. اصلا همه چیزن تو ماشین آماده هست. بدمینتون دارن، نمیدونم از این توپای چیز دارن که نایلونی بزرگ که بچه ها بازی میکنن. بعد قلاب ماهیگیری داره، همه چیز داره دیگه، اونجا مشغولن با خود. حالا اونا اینجوری به این نتیجه رسیدن. ولی ماها ایرانی هستیم، فراموش نکنید که جو غرب اینقدر ما اثر نداره که زندگی ما رو ماشینی کنه، چون زندگی ماشینی مردم رو بدبخت کرده. تنوع ایجاد کنید، از یک نواختی بیارید بیرون زندگی را و این دست خودتونه که تنوعات گوناگون به وجود بیارید. خدای ما خدای متنوعیه. آمین آمین. بذار طرف بیا تنوع هم ایجاد کنید. خب باشه بیاد، حتما بیاد. قربان شکایت نه نیامده شما ایجاد کنید، مگه حتما باید طرف بیاد. شما زندگی فردیتون هم باید تنوع بشه، متنوع بشه. من به شما تو همین هفته این 2 روز که با شما مخصوصا اومدم، قصدم نه اینکه این بود که حالا شما رو مهمونی کنم، شما که اینقدر بی‌نوا نیستید که من مهمونیتون کنم. قصدم این بود عملا به شما یه چیزی رو یاد بدم. البته خدا رو شکر که شما میکنید این کار رو، ولی بیشتر روز شنبه هم که رفتید گردش من خیلی دلم میخواست با شما میومدم، آماده هم کرده بودم، ولی به هر حال برنامه ما یه جوری عوض شد. اینا خوبه، این چیزها لازمه برای زندگی که بتونید خودتون فرم بدید به زندگی. اگه نه زندگی با شما نمیسازه، شما باید با زندگی بسازید. غرغر و شکایت چی؟ میتونه یکی از موانع ایجاد ارتباط صمیمانه باشه؟ ها؟ غرغر و شکایت میتونه. پس اینم یکم با هم بررسی کنیم. یکی از بدترین حالت‌ها که روابط زن و شوهر را به هم میزنه غرغر و شکایت. بعضیا ترجیح میدن هیچ چی نگن، هیچ کار نکنن، چون هر چی میکنن طرف غرغر میکنه. یادتونه این آیه را میگه هر کاری را بدون غرغر رو همه بکنید. این در کلام خدا اومده دیگه. یعنی چیز تلختر از غرغر و شکایت تو خانواده نیست که خانواده بهشتی را تبدیل به جهنم بکنه.
خب نه فقط بین خانوم ها کتاب مقدس میگه غرغراشون همیشگی هست، بین آقایون هم هست، فرقی نداره. من میخوام شما من بگید الان معمولا غرغر میدونید از کجا نشأت میگیره؟ از اینکه شما یه خواسته ای دارید خواستتون برآورده نمیشه. معمولا اینه ریشش اینه. وقتی خواستتون برآورده نمیشه نق میزنید، کله صاحب خونه رو میخورید، حالا مرد باشه یا زن. اینقدر میگید دیگه این مثل اگه مغزتون شما بذارید زیر یه قطره آب تا صبح این بریزه، صبح دیگه اصلا مغز دیگه یه قطره آب تا صبح تق 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 یه جای ثابت دیگه اصلا فردا صبح دیگه شما آدم بعد ببرین چی؟ بیمارستان سالمی نیست. یه قطره آب وقتی مدام هست اینا کلام خدا میگه غرغرها مثل اون میمونه، همینطور دائم در حال چکیدن تق 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 یه جای ثابت. خیلی چیز بدیه. خب شما اگه خواسته ای دارید که همسرتون برآورده نمیکنه، انتظارتون چیه؟ برای اینکه غرغر نکنید در مقابل خواسته هاتون چه باید بکنید؟ سوال من اینه. این کتابم این یکی رو از این کتاب گرفت. این کتاب رو قطعا بخونید. این چیزی که من الان میگم تو این کتاب نوشته شده. بخش زن عیبجو. ریشه یابی کنیم. بله این چیزای جالب داره. شوهر ساکت هم داره. میگه اگه مثلا یک خانومی یه چیزی از شوهرش میخواد، مثلا یه پالتو پوستی همینجا نوشته، همین کتاب میگه، و شوهرش اینو برآورده نمیکنه، مثال آورده، باید چیکار بکنه اون خانم که زندگی برای خودش و شوهرش تلخ نشه؟ باید چیکار بکنه؟ همین رو انداختیم تو خرج بدبخت. حالا خانم یه کمی تخفیف بده. به مثالی آوردیم، ببخشید ما یادمون نبود، اگه نه چیز ساده تر میگفتیم، یه دمپایی چیزی. تو باید از قلقه استفاده کنه از زن مردی. از چی؟ به هر زن مرد یه قلقی داره. از قلقاش استفاده. حالا قلقش رو استفاده کرد ولی جیبش خالیه، چطور باید بکنه؟ مادر راهش چیه؟ سلام؟ خب این کتاب میگه 3 تا سوال باید بکن از خودش، بعد نیست بنویسید. البته بعداً بخونید. یکی از کتابایی که من توصیه میکنم، ببینید ساده هم هست، حجمش هم کوچیک. واقعا من اینقدر علاقه‌مندم الان این کتابا بخونم، چون زندگی مجین شده با این چیزا. خیلی اصلا دوست دارم من زندان یه زندان 6 ماه یه صفحه کتاب دیگه بدارم بخون. الان اینقدر این زندان خوش میگذره، منتها متاسفانه وقتی میذارم زندان کتاب نمیدن بعدا. خب اولین راهش اولین راهش چی گفت؟ من اتفاقا عاشق این کارم. من اتفاقا خودم باید شما رو زنده میکنم. یه بار دیدید اومدم یکی از این اتاقا رو بگید کنم من یه مدت از مردم دور باشم، جدا اون کتابای نخونده رو بخونم. آره جدی آدم واقعا باید زندگیشو، چون خیلی با وجود این که من روزی 3 ساعت رو میکنم اما راضی نیستم. پس ما دعا میکنیم براتون بیایید. بله ولی دیگه اون وقت منو نمیتونید ببینید دیگه. نه دیگه برای مطالعات. چشم. خب اولین سوال اینه، برای خواسته های خودتون چه باید بکنید؟
در رابطه با اینکه مثلا غرغر نمیخواید بکنید، اولین سوال اینه آیا اطمینان دارید که پیشنهاد شما در شرایط موجود پیشنهاد عاقلانه ای؟ این اولین سوال. یعنی کسی که میخواد بر غرغر غالب بشه بر خواسته هاش، بر توقعاتش، بعد نگاه کنه ببینه پیشنهادی که ایشون داره برای حالا همون پالتوی پوست یا جواهر یا یه چیز دیگه، هرچی که باشه، این در مورد خانوم میگه البته، ولی برای آقا هم ساده، اون پیشنهاد در شرایط موجود پیشنهاد عاقلانه‌ای، همسرتون از توانایی انجام آن برمی آید؟ اینا یک سوال. همسرتون از توانایی انجامش برمیاد، یعنی مقدور هست براش تو این شرایطی که الان توشه شما این درخواست رو کردی، منطقیه؟ سوال دوم اینه اگه درخواستتون منطقیه باید ببینید طرز صحیح مطرح کردن تقاضای خود را میدانید یا نه. طرز صحیح مطرح کردن تقاضای خود را میدانید یا نه. این اگه یادتون باشه برمیگرده به همون حکمت ها، حکمتی که دیروز شکافتیم. طرزش رو میدونید چطور مطرح کنید. خب شما میتونید 1000 جور مطرح کنید که این خواستتون هیچ وقت عملی نشه. چجوری اینو مطرح میکنید؟ یه موقعی هست شما اینقدر غر میزنید، دعوا میکنید، مثلا غر میکنید، میرید خونه پدرتون یه هفته نمیایید، تهدید میکنید، خب اونم از اون طرف لج میکنه. یا اگه این کار رو انجام داد با بیمیلی انجام میده، چه فایده ای داره؟ براتون یه هدیه گران قیمت بخره ولی با بیمیلی، بعدش هم هی اون غر بزن. حالا خب باید منطقی با محبت با حکمت به موضوع نزدیک بشید. راه سومش اینه آیا تقاضای خودتون رو در موقع مناسب مطرح میسازید؟ این سوال سوم، موقع مناسب. یعنی باید بدونید همون صحبت دیروز، حرف صحیح را در وقت صحیح به طرز صحیح بگید. وقتی شوهرتون خسته است، ناامید، ناراحت، آمادگی لازم رو نداره، حالا شما همون موقع هم یاد جواهر گران قیمت افتادید. خب معلومه ایشون آمادگیشو نداره، شما دلشو به دست بیار، خوشحالش کن، راضی کن، یه کاری بکن که جداً اون کاملا برای وجود شما خدا رو شکر کنه، ضمناً با همون شیرینی خواستتون مطرح، اونم بهت دیگه جون بخواه، ولی کیه که میده؟ بعد بعضی حاضرن جون بدن ولی پول ندارن، اما نه با کمال میل حاضر انجام بده. واقعا اگه ببینید شما این چیزای ظریف را رعایت میکنید، مخصوصا عزیزان هیچ مردی از زن غرغر خوشش نمیاد، تمام خودم اینو میگم، ترجیح میده بره گوشه پشت بام، بره بیابون باعث. به وسیله غرغر و شکایت همسرتون از خونه فراری ندید. شیرین باشید، شیرین باشید که شیرین کام باشید، واقعا به وسیله شیرینی او را جذبش کنید. و ضمناً هیچ زنی هم از مرد اخم و تلخ خوشش نمیاد. مردم وقتی واقعا لبخند رو صورتشه، در چهرهش آرامش هست، جدا به این برادر نگاه کنید چقدر آرام بخشه. اگه حالیش نیست و میخنده حالیش باشه بیشتر میخنده. خدا رو شکر. همه ما واقعا باید اینطوری باشیم. مایکل ما هم همینجوریه. مایکل رو من اصلا عصبی تا حالا ندیدم. بعضی اینا درس یاد میگیرن. جدی ها. آرامش تو وجود ما ایرانی‌ها خیلی از تو دوست می‌کنیم. خیلی ما مثل این که فشارمون بالاست، خدا چجوری ما رو خلق کرده.
درجهش بالاست. برای چیزایی ما عصبی میشیم که اصلا اینا براشون اینا میخندن و ما عصبی میشیم. زندگی رو تلخ نکنیم. اگه واقعا در شیرینی باشیم قطعا مطمئن بشید که اون خواسته رو برآورده میکنه. پس سوال چهارم هم به این سوال سوم مربوطه. آیا سعی میکنید همسرتون رو راضی و خوشحال نگه دارید؟ سعی میکنید همسرتون رو راضی و خوشحال نگه دارید؟ بله، سوال چهارم. برای غلبه بر غرغر. یعنی اگه برای شوهرتون، زنتون کاری انجام بدید که اون بهش علاقه داره، میتونید انتظار اینو داشته باشید که اونم خواستتون رو به جا بیاره. غذای مطابق میلش رو بپزید، اون پیران مطابق میلش رو براش بخرید، اون عکسی که اون دوست داره بهش هدیه بدید، اون کاری که میخواسته برای مادرش انجام بدید شما انجام بدید. یه 4 تا از این کارا بکنید که اون دوست داره، اون حاضر سر تا پای شما رو جواهرم بکنه. بابا هر چیزی سیاستی داره، حکمتی داره. شما دلشو به دست بیار، اونم حاضر بها بده. ولی نه اینکه بشین بگو دیدی رفتیم خونه همسایه، دیدی تا اینجاش برو طلا. اصلا مرد میخواد همون موقع تبر رو برداره تو برای من یه دونه حلبی هم نخریدی. اولا هیچ وقت مقایسه نکنید با دیگران. واقعا مقایسه خیلی چیز بدیه. اصلا از این روش استفاده نکنید. اصلا. چون یکی از چیزایی که اعصاب خورد کنه مخصوصا برای مرد اینه که زن هیچ دائم خودش رو با دیگران مقایسه کنه. اصلا به مرد بگن تو بمیر بهتر از این که با یه مرد دیگه مقایسه شد. باور کنید خیلی خانم‌ها مواظب باشید. اصلا هر چی مردونگی میذارید دایجست. اصلا مقایسه نکنید شوهرتون با مردای دیگه. مثلا به رخش بکشید فلان مرد رو دیدی چیکار کرده برای زنشو. اصلا نگید این حرفو. اصلا هیچ چیزی بدتر از این نیست برای یک مرد. یعنی انگار حس میکنه شما 100 تا کش ناموسی بشته. این مخصوصا به مرد خیلی برمیخوره. زنها در این حد نیستن تا مردا. ولی آقایون هم مواظب باشن زن خودشونو با هیچ زن دیگه مقایسه کنن. هر کس برای خودش منحصر به فرد. ولی شما قلبش رو به دست بیار، رضایت او رو جلب کن، او رو خوشحال کن، مطمئن باش اگه خواسته ای داری برآورده میکنه. نیازی نیست غر بزنه. نیازی نیست غر بزنه. خواستت هم با ظرافت مطرح کن. لازم نیست غر بزنه. پس از این سلاح استفاده نکن. خب قضاوت هم میتونه یکی از چیزایی باشه که روابط رو به هم میزنه. قضاوت نکته چهارم. بله نکته چهارم. قضاوت و داوری میتونه یکی از عواملی باشه که روابط رو خراب میکنه. شما میتونید بگید قضاوت داوری کردن یعنی چی؟ این تهمت‌های بیجا زدن بعضی مدین بودن در واقع. تهمت. منظورتون پیش داوریه؟ بله بله پیش داوری. این یعنی چی؟ بدبین باشه. بدبین باشه. نه وقتی کلام خدا میگه شما قضاوت نکنید، حکم نکنید، به عبارت امروزی بخوایم بگیم میگه چی؟ محکوم نکن. ولی همون میشه دیگه. ولی خب حالا از نظر تغییر لغت متهم نکنید. خب اولا حکم و فکر کنه اون همیشه خودشو بی تقصیر بدونه اونو مقصر. حکم فکر میکنید از کدوم کلمه میاد ریشش در فارسی؟ حکم نکنید از کلمه‌ای میاد که فرزانه اتفاقا توش این رشته بوده. حاکم و محکوم کننده و اینها از قسمت‌های حقوقی اگه بگیریم یعنی کسی که از اون بالا نگاه میکنه به پایین. یعنی خودشو برتر از دیگری میدونه. میدونی؟ ریشه محکومیت از برتری خودمون بر دیگران. یعنی که ما اینطور نگاه میکنیم خار میشماریم. قاضی میبینید معمولا کجا نشسته که
بالا، اون بدبخت محکوم پایین. از اونجا حکم صادر از حکم میاد، یعنی از حاکمیت میاد، یعنی از برتری میاد. یعنی که شما خودتون رو برتر میبینید و طرف مقابلتون رو خار میشمارید. حالا شما دقت کردید انجیل چقدر بر ضد قضاوت و داوری و محکومیت صحبت میکنه؟